تمدید یک طرفه آتش بس از سوی ترامپ تصمیمی که با استقبال محتاطانه بین المللی مواجه شده، اما زیر موج روایت‌های متضاد رسانه‌های غربی برخی آن را مهار بحران می‌دانند و تعداد خطای محاسباتی. در واکنش سپاه بر آمادگی کامل و پاسخ قاطع تاکید کرده. همزمان جهش قیمت نفت و اختلال در تنگه هرمز نشان می‌دهد شگاف میان آتش بس اعلامی و واقعیت میدان عمیق است. آیا این مسیر به ثبات می‌رسد یا فقط وقفه پیش از بحران بعدی است؟ سلام، به برنامه نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای اختر محمدی راسخ، آگاه امور سیاسی از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای راسخ، تمدید یک طرفه آتش بس سوی ترامپ را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این یک اقدام واقعی برای کاهش تنش است یا بیشتر یک تاکتیک سیاسی برای خرید زمان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و همکاران تکنیکیتان و بیننده های پروگرام شما، تقدیم احترام می‌دارم. در ارتباط پرسش شما به عرض برسانم که آتش بسی را که امریکا با ایران تصویب کرد فقط تلاش داشت که تنگی هرمز بتانه نیروهای نظامی خود جابجا کنه و همچنان تحت محاصره قرار بده و صحبت‌های بگوییم یا یک مذاکرات را که به خاطر بیرون رفت از این بحران پیشکش کرد از توسط پاکستان، که شما دیدین که در پاکستان بین ایران و امریکا برای مذاکرات و همچنان رفع کردن این معضله جنگی را اقلا پیشنهادات دو طرفه تقدیم همدیگر شد، اما به فیصله نرسیدن، به یک تصویب واقعی و یک راه حل واقعی را پیدا نکردن. دوباره تلاش کردن که برای 2 هفته که اقلا جنگ به طرف اوربند یا بگوین در بینشان آتش بس شده است، امیر دوام بتن تا بتانن به یک تفاهم برسن. اما امریکا میخواه از آدرس تنگی هرمز 2 هدف را پیش روی خود داره. هدف اولش است که ایران با مشکلات اقتصادی مواجه کنه. شما میدونید که از تنگی هرمز روزانه 500 میلیون دلار به بودجه ایران یا به اقتصاد ایران اضافه میشد. این آدرس سرشان پس و آدرس دومی یا هدف دومی امریکایی است که ایران زیر فشار تنگی هرمز قرار بده و یک اختلافاتی که در بین خود نظام ایران به میان میآید از این آدرس یک کودتای داخلی در بین خود نظام از طرف خود طرفداران نظام صورت بگیره که نظام به سقوط مواجه شود. در این 2 هدف امریکا قدم‌های بسیار برجسته خود برداشته و فقط مذاکرات یک بهانه اهداف استخباراتی امریکاست. اصلا امریکا با ایران با آن پیشنهاداتی که از آدرس امریکا شده، واقعا ایران نمیتونه آن پیشنهادات قبول بکنه و عملی شود. بنان شما میدانید که تسلیمی خود ایران با چنین پیشنهادات برای امریکا که از طرف امریکا به ایران شده است یک تسلیمی منظم می باشه. اما من مطمئن هستم که ایرانی ها به پیشنهادات امریکا تسلیم نمی شود. جنگ دوامدار به شکل پیش خود برده خواهد شد که امریکا در این منطقه جهان را به مشکلات اقتصادی مواجه بکنه و همچنان در پهلوی از او تلاش میکنه که برای اسرائیل یک سنگر قوی ایجاد بکنه. اما تا اکنون در جنگ و در مذاکره ایران دستش بالا هست. خودتان میدانید که ایران رعایت کرد همین 2 هفته که توسط خود امریکا و ایران پذیرفته شد که جنگ در منطقه توقف داده شود و تنگی هرمز باز باشه برای تمام کشتی های تجارتی کشورهای منطقه که یا دور از منطقه که از این تنگی عبور میکنن. اما امریکایی را دوباره به محاصره قرار داد و میخواهد که جنگ دوامدار شود توسط پیشنهاد اسرائیل و میخواهند که نظام در ایران به سقوط مواجه شود. با توجه به استقبال محتاطانه سازمان ملل و برخی کشورها، این حمایت ها تا چی حد می تواند به تثبیت این آتش بس یک طرفه از طرف ترامپ کمک کند؟
خب ببینیم که اصلا آتش بس از یک طرفه نتیجه مثبت نمیدهد، با معنای از این است که یک طرف در جنگ است و طرف دیگه بگوید نه ما فیر نمیکنم یا ما دفاع نمیکنم و یا ما جنگ نمیکنم، به خاطر از اینکه آتش بس صورت گرفته هیچ به بله. نتیجه مثبت آتش بس وقت درست رعایت می شود که هر دو جانب رعایت کنه. وقتی یک جانب رعایت نمیکنه جانب دیگر رعایت میکنه، معنی از است که جنگ جریان داره، جنگ آغاز است. برای اکمال جنگ، برای یاشو باطی جنگجویا تصامیم گرفته میشه و اجراعات صورت میگیره. بنابراین مطمئنا گفته میتونم امریکا در تلاش از این است که از همین ادرس تنگی هرمز و محاصره تنگی هرمز هم به ایران ضربات اقتصادی و سیاسی را مواجه بکنه و هم جهان پیشرفته و کشورهایی که از ادرس تنگی هرمز اقتصاد و یا تجارت و یا تیل و نفتش از یک اکمال میشه، آنها را هم به چلنج بکشن و با آنها هم مشکلات اقتصادی مواجه کنند تا اقلا جهانیان با امریکا یک جا در مقابل ایران ساده شود. که چون این نیست، امریکا امروز تنها مانده و جهان متوجه شده که جنگی را که امریکا پیش میبره با اساس پیشنهاد اسرائیل، این جنگ اسرائیل بود. اما در جنگ اسرائیل و ایران جهان دیگه، جهان پیشرفته و بالخصوص همکاران نزدیک امریکا در این جنگ دخیل نشدن، در پهلوی ایران استاد هستند و امیال از آدرس خود اروپا برای امریکا پیشنهادات بسیار معقول پیشنهاد شد. حتی از صدر اعظم ایتالیا، صدرستان، اینا گفتن که باید جنگ در زودترین فرصتش توقف داده شود و این جنگ تنها و تنها جنگ اسرائیل با ایران است، نه جنگ جهان اقتصادی. بنابراین امریکا را پایه های اساسی امریکا را در جنگ اسرائیل از نگاه اقتصاد و از نگاه سیاست و از نگاه از نظر جنگ کشیده شده و مطمئنا امریکا تلاش باید میکرد که از این جنگ به یک شکل بسیار خوبش است بیرو بروند، در غیر آن این جنگ به طرف یک جنگ بسیار وسیع البنیاد جهانی به پیش خواهد رفت. آقای رزاق، واکنش سپاه و تاکید بر آمادگی کامل و پاسخ قاطع را چگونه ارزیابی باید کرد؟ خب به هر صورت ببینین، گفتم میتونم که ترامپ هر روز نظریاتش تغییر میخوره، شعارایش تغییر میخوره، پیشنهاداتش تغییر میخوره و ترامپ در یک حالت هدف اساسی سیاسی و اقتصادی را که داشته باشد بالای ایران و در منطقه ایران نداره. فقط و فقط میخواست که در مدت 4 روز اگر بتانه مثل اونزویلا واری یک تغییر در نظام ایران بیاره. اما با او پیشنهادات وقتی عمل کرد، با پیشنهادات اسرائیل عمل کرد، مطمئنا هم اسرائیل در این جنگ شکست خورده و هم امریکا در این جنگ شکست خورده و سپاه مدافعین نظامی ایران مدیریت بسیار درست پیش بردن و نظامیگرانش توانستند جنگ به نفع کشور خود تمام بکنن. اما این که امروز گفته میتونم امروز در جنگ ایران برنده است، اما اگر فردا از آدرس داخلی و نظام داخلی از خود نظام دولتشان به شکست یا به چلنج یا به مشکلات مواجه می شود، او پروگرام‌های استخباراتی غرب و اسرائیل است که در قدم دوم از آن استفاده میکنن. اکنون هم در بین رهبران خود ایران اختلافات نظر پیدا شده. اگر از آن آدرس و از آن بحران نظام به فروپاشی نکشانند، تا اکنون ایران در جنگ و در دفاع، در مذاکره و در مفاهمه قدمای پیشتر داره و مذاکرات و جنگ تا اکنون پیش رفته است. اما امریکا و اسرائیل تلاش داره که یک اختلافات داخلی را که در بین خود نظام وجود داره این را وسیع بسازه و نظام اگر بتانه از داخل به مشکل مواجه بکنه و به شکست مواجه بکنه، امکانات زیادی وجود داره. بریم به سوی ترامپ. رسانه‌های آمریکایی و غربی از خطای محاسباتی و ساده‌انگاری ترامپ در برابر ایران صحبت می‌کنند. این انتقادها واقعا چقدر جدی است؟ ببینید، ترامپ شخصی است که تلاش داره که فقط در سطح بین المللی جهان به مشکلات اقتصادی مواجه بکنه و همچنان از همین آدرس جنگ ایران یک بار دیگه شکل استثمارگرانی خود بالای منطقه و در سطح بین المللی پیشکش کنه. مطمئنم گفته میتونم
در پروگرام هایی را که ترامپ پیشکش میکنه واقعا این پروگرام ها نه تنها به نفع ایران نیست، بلکه به نفع منطقه نیست، به نفع جهان نیست، بلکه به زیان خود امریکا هم می باشه و مطمئن امریکا در چنین حالتی که دیده میشه با شکست مواجه است و پروگرام هایی را که امریکا در سطح بریاضم آسیا تلاش داره که عملی کنه که عبارت از نفت میانه است و جنگ با چین پیش بردن و پلان کردن و همچنان روسیه را به شکست مواجه کردن، ایران در این جنگ ضربات قوی اقتصادی و سیاسی و نظامی مواجه کردن. این پلان هایی است که مطمئنا گفته میرم که جنگ در شرایط کنونی نه به نفع جهان، نه به نفع امریکا و نه هم به نفع منطقه است. اما با تاسف راهی را که ترامپ انتخاب کرده این راه استثمار اقتصادی جهان است و این راه بسیار زیانمند برای پیشرفت و تکامل و تفاهم می باشد. آقای راسخ، برای ما بسیار کوتاه اشاره کنین که جهش قیمت نفت و اختلال در تنگه هرمز چی پیامی درباره وضعیت واقعی منطقه میدهد؟ آیا بازارها بیشتر به سمت بحران حرکت میکنند یا ثبات؟ گفته میتونم که اگر تنگی هرمز تا زمانی که با چنین سرنوشتی که از امریکا یعنی مؤثر است و شکل جنگی بسیار مدرن به خود گرفته، این طرف تا زمانی که امریکا تنگی هرمز از محاصره خارج نکنه این جنگ وسیع‌تر میشه، این جنگ بزرگتر میشه. در این جنگ چین داخل میشه، در این جنگ روسیه داخل است و در این جنگ گفته میتونم که در کمترین فرصت آباد بسیار زیانمن به جهان و به مردم ایران و به مردم منطقه و به کشورهای که اعظمی ادرس آنها ایاشه عبارت اقتصاد و تجارتشان است، مطمئن کلی این نقاط ضربه میبینه و این جنگ وسیع‌تر میشه. اگر در ایران نظام به سقوط مواجه نشود این جنگ به نفع ایران زمان و پیروزیش میرسه که داخل نظام اختلافات سیاسی و اختلافات فکری و اختلافات نظامی در بینشان پیدا نشود. اما مطمئنا تلاش داره غربی ها و بالخصوص استخبارات اسرائیل که یک اختلافات بین خود نظام سبب فروپاشی نظام شود و اینها خود به پیروزی برسانند. اما این پیروزی به سادگی به دست نه امریکا خواهد آمد و نه اسرائیل. این پیروزی ایرانی ها خواهد بود که با اتحاد و همبستگی خود میتونن در مقابل چنین قدرت جهان که مقاومت کردن مقاومت دیگه هم دوام بدن، مطمئنا به نفع ایران تمام خواهد شد. آقای راسخ، وقت ما کم است، در یک جمله برای ما بگوین که آیا این آتش بس یک طرفه به نظر شما نتیجه خواهد داد یا خیر؟ هرگز نتیجه نمیده، به خاطر که آتش بس یک طرفه با معنای اعلان جنگ است. این خود جنگ است. در جنگ یعنی جنگ جریان داشته می باشه تا زمانی که آتش بس دو طرفه تصویب نشود، تعهد داده نشود، اصلا یعنی این معنای داره که یک جانب دیگر میزنه و جانب دیگر خاموش باشه. هیچ امکان نداره. ایران مطمئنا در چنین آتش بس اصلا دست بلند نمیکنه و تایید نمیکنه تا زمانی که آتش بس از هر دو طرف رعایت نشود و تا زمانی که تنگی هرمز از محاصره خلاص نشود مطمئنا ایران نمیپذیره آتش بس را و مذاکرات را نمیپذیره. بنان به میز مذاکره هم نمیره و ایران در صورت به میز مذاکره میروند و صحبت آغاز میکنه که تنگی هرمز از محاصره خلاص شود. اما تنگی هرمز محاصره کردنش با معنای است که یا امریکا میخواد که ایران تسلیم شود و ایران تسلیمی به این سادگی دست بلند نمیکنه. به این تسلیمی مطمئنا جنگ دوام میده. سپاسگزار هستیم آقای راسخ از حضور شما در برنامه. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما.